سلام استاد. سلام. آقا به سر شما اسمت چیه؟ اسمم سامیه استاد. بعد سامی جان شما احساس نمی‌کنی اینجا اضافه ای؟ نه اتفاقا این درست‌ترین جاییه که تو زندگیم بودم. سوال دارم فقط، تو به عنوان پسر این رشته رو چجوری پیدا کردی؟ استاد دلی دنبال هر چیزی بری بهش میرسی. خودت خوب میفهمی من چی میگم. ببین در ازای اینکه از این کلاس بری چی می‌خوای؟ تمام دنیا رو هم به من بدی این کلاس رو ترک نمی‌کنم. یک جلسه هم من غیبت نمی‌کنم. ببین سامی جان بیا یه کار دیگه بکنیم. تو الان میتونی بری خونه زیر کولر بشینی بخوابی، هیچ کاری هم نکنی، من بهت 20 تا میدم آخرتون. فقط برو. استاد اینو به یکی بگو که واسه نمره اومده باشه اینجا. ببین میدونم تو این فضا رو خیلی دوست داری، ولی من واسه این فضا جونمو میدم و نمیذارم احمقی مثل تو مزاحم من بشه. دوست داشتم واژه کمی استاد. من زندگیمو گذاشتم پای این قضیه. اومدم تو رشته‌ای که اصلا نمیدونم این رشته چی هست. اصلا دوستش ندارم. نمیدونم به چه کاری میاد. من حولو دیوونه کردی. پاشو بیا اینجا. جانم استاد. ببین تو جوجه حول چی فکر کردی پیش خودت؟ من گنده حولام جوجو. ببین شاید از حیث انگیزه تو هم الان مثل من باشی، ولی من قدرت حذف کردن تو رو دارم. ببین تو منو حذف کن، من انقدر پیگیرم یه کاری میکنم از دانشگاه اخراجت کنم. عجب گیری افتادیم الان تو این ملیجک این وسط. چی میگی؟ شرایط اینقدر ایدئاله یه کلاس اینجوری افتادن، تو چی میگی این وسط؟ برو دیگه. ببین من عمدن اومدم تو همچین رشته‌ای تا انتقام همه پسرا رو از شما استادای حول بگیرم. تازه کاری هم بکنی فیلم میگیرم همه جا پخش میکنم. ایران کار بیارید منو روش بذارید که من خورد و خمیرم همین